حي على الصلاة حي على الفلاح اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم جامعه مسلمانان. اولا حمد و ثنا مر خداوند را، بعد از آن درودی به عدد مر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را، بعد از آن رحمت خداوندی به پایان باد بر امامان، خصوصا امام اعظم صوفی و کوفی و رحمت الله علیه. ما غیر خدا در دو جهان یار نداریم، جز یاد خدا دیگر کار نداریم. ما شاخی درختیم پر از میوه توحید، هر رهگذری سنگ زند آر نداریم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. الحمدلله، ما خداوند شکری به عدد که در این روز مبارک حج المساکین الله سبحانه و تعالی دیدار یکدیگر دیدن مناسب دید، تنی صحت داد، خاطر جمع انشاءالله، دلی بیغم به شما عزیزان انشاءالله خدا خواهد سخنی خدا، سخنی پیغمبر بزرگوار محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را انشاءالله میرسانیم. الله سبحانه و تعالی سوره اعراف آیت 79 میگد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد ابلغتكم رسالات ربی و نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحین. صدق الله العظیم. خداوند حق سبحانه و تعالی بر شما ما میرسانیم فرمان خدا را و نصیحت کردم به شما، ولیکن شما میگید خدا حق سبحانه و تعالی نصیحت گویا را دوست نمیدارید. انشاءالله خدا خواهد البته ما میرسانیم خبری خدا را به مردم، لکن مردم میگن نصیحت گویا را دوست نمیدارد. عزیزان من، این حقیقت است. خدا خواهد انشاءالله، چون که کسی که حقیقت میگد انشاءالله یا حق به مردم میرساند، البته مردم قبولش نمیکند، دوستش هم نمیدارد انشاءالله. خیر دوست دارد ندارد انشاءالله و ای کاری وای من خدای تعالی گفته ساده که شما نصیحت بکنه، لیکن بعضی ها دوست داری نداری انشاءالله خدا خواهد این وظیفه خدا خواهد ما از رسوندنی خبری خدا و پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم به سمع شماست، وظیفه ماست. این وظیفه را ما البته خدا خواهد اجرا کردن میگیریم. سوال شدگی بود درباره قرض. عزیزان من، البته امروز این مسئله خدا خواهد دال و ظرف در بین چی جامعه ما و شما است انشاءالله، بلکه در تمام روی دنیا این انشاءالله قرضگیری و قرضتی و این خدا خواهد انشاءالله چی یعنی بسیار انشاءالله در بین مردم ها جنگ و جدال، در بین مردم ها انشاءالله کشمکشی ها انشاءالله از روی قرض. معنای قرض چی است؟ معنای قرض یعنی بریدن است، یعنی انسان از این پول مالش بریده برای شما میتید. وقتی که شما انشاءالله خدا خواهد گرفتین، باید که اون جای خالی و با پر کنین. لیکن افسوس این که امروز انشاءالله اکثر خدا خواهد سعیدای ما درمده سادیان در باره قرض گپ زنین، در باره قرض یا کدام مگزین میدروی، کدام دکان میروی، کدام سوداگر کردی، در کدام موضع قطعیاً میشینی صحبت در باره چی میراد؟ قرض میراد. خلاص عزیزان من، از خدا بترسین، بلکه در بین شما نیست، لیکن انشاءالله خدا خواهد شما هم همون گروه آدم ها میشین. اگر شما هم گیرین و آدم ها رو چکار کنین؟ فریب کنین انشاءالله خدا خواهد. من قرض یک چند معنا که شرح میتیم. قرض میگد غضب خدا است. تو نمی؟ وقتی که گرفتی
ادا که کردن ندونستی غضب خدا نگرفتار میشه. قرض میگه انشاءالله با وجود آورنده کسلی های گوناگون است، مثل فشار خون، کسلی سکته، کسلی دیل. ای چی میشه؟ ای قرض میشود. حتی که من قرض دارا رو میدونم که کوچه نبورم هست از ای ترسی مردمه که من میخپن یا که رسی نامده شده است. اومدم 2 روز 1 روز گرفته برفته است. من میدونم اخری بچه ها اومدن 2 روز 3 روز وقتی که در بین مردم شکایت شد که قرض دار است، همه زهاد با میگریزد. و چی در کارو خیلی حیات قرضدارای هستن که محترم جماعت از آیلش جدا شده شده است، از زنش. یعنی نمی حتی که جنگ و جدال بین آیله ها از چی است؟ از قرض است. اون توی داری شما را زناتون مجبور میکند قرض بردار، قرض می برداری و داده نمیتونی، آخر بعد یا گریخته میری یا که من یک جوان میدونم خودش افک انداخت از جهت قرض. خدا نگه دارد. باور کنین حتی جدا شوی زن و شوهرها، حتی جدا شوی خیش و تبارها از جهت قرض است. جدا شوی اکا و دادر، عزیزانی من، اکا و دادر هستن که از پشت قرض مرد جدا زنده جدا هستن. توی تنم نمیرم مرده نم نیا. بینین عزیزانی من، لیکن قرض گرفتن آسانه، لیکن دادنش دشواره عزیزانی من. ولی قرضگیر شوی اگر خدا خواهد پیش وی رفته در پاش پیچلک میزنی، چندین وعده ها میتی، بعد دیگه گرفتی اگر چیکار میکنیم؟ بعد خدا خواهد ما و شما بعد میگریزیم. با بعضی نفته که قرضدار قرضش میگیره، از روی جونش میگیره. با میگفتش که خیر روز تنم آخه پل تنم نسوزی، روز تنم سوزی پل تنم نمیسوزی که آخه خودی که وی حیات نداره و بچه خودی که زندگی نداره وی را بته وی تار مزه وی زندگی صاف وی تو میگیری و فیلم میکنی بچاره. یعنی نی عاقبتش انشاءالله خدا خواهد چی است؟ عاقبتی قرض جنگ و جنجال است. خلاص شرمندگی ها است. خلاص عزیزانی من، لیکن حیات نیستین. حیات از قرضداری عبارت نیست. من چندین حدیث ها برای شما خدا خواهد انشاءالله میارم، انشاءالله چندین حدیث های صحیح میارم. پیغمبر بزرگان میگن من مات و هو بریء من الثلاث عن کبر و غل و دین دخل الجنه. رواه الترمذی. امام ترمذی روایت کردن که کسی که گفتن مراد و او از 3 چیز دور باشد داخل جنت میشود، الا جنت نمیشود. گفتن یکم از کبر، از فخر کردن، از منمنی، کبرواری، کسلی بدترین نزد اسلام هم نیست. ایازدازن من کبر نکن خدا خواهد انشاءالله، چی با واسطه مالت، با واسطه دنیات، با واسطه خدا خواهد ماشینت، با واسطه خونه زیبات، با واسطه نسبت، با واسطه کسب و کارت جای فخر نیست. فخر میزبید محمد صلی الله علیه و سلم نمیزبید. چقدر فخر کنه میشید؟ چون که 2 دنیا نگناش گذشتگی بود. چی خواهد خدا اجراش میکرد؟ نپرسیدم الله میدادش انشاءالله خدا خواهد. فخر نکرد کن. دویم من غلولین، از یعنی دوزدی، فریبگری اگر دور باشه، کسی که دوز نباشه، فریبگر نباشه، مال مردم با فریب رهی دروغ طلا و تاراج نکنه، داخل جنت میشه. سیوم و دین، از قرض اگر نداشته باشد، قرضدار جنت نمیدراید. کسی قرض داری مردم فریب میکنی، پولش در وقت ادا نمیکنی، جنت امید نکن. نماز خوانی، چون این حدیث صحیح است. قرضدار جنت نمیده. گفت چی نماز خونیم چی فایده کن؟ گوین شما
ولی بعض جوان ها هستن که خدا خواهد نماز نمیخونه، بعد قرضدار شود، در قرض غوطیده برود، بلا زنش، بعد خدا خواهد مسجد اومده چرزانی میزنه. ولی پیش بلا نزدم بیا اینجا خدا خواهد انشاءالله. پیش قرضدار نشیدن خانه خدا بیا انشاءالله خدا خواهد. دیم حدیث و ایاکم و الدین فإن اوله غم و آخره حرب. پیغمبر شما گفتن ایاکم دور شین گفتن از قرض، چون که اولش گفتن غم است آخرش جنگ است گفتن پیغمبر صلی الله علیه وسلم. آخر عاقبت نتی میخوابن میزنن تا قرضدار که پولش که داری پولش که اجرا که نگیری مجبور میخوابن میزند. بعد یا نمی عاقبتش هر جنگ و جنجال میشود. گفت پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم. شاعر میگد مرد اگر نادار گردد غیرتش کم میشود. مرد اگر نادار گردد غیرتش کم میشود. آبروی او بیریزد همچو خاکستر میشود. نطفه فرزند نر در پشت مرد قرضدار، یا عرق گردد بریزد یا زیغم دختر شود. وقتی که آدم اگر قرض نکی غوطیدگی برفت زن تم نمیفورد، غیرتت کم میشود. یاد نبرار آبرود میریزد مثل خاکستر میشوی. آبرود نداری نزد مردم، از ترس و لرز میگردی که مبادا مرکه رفتن ای مرکه میمونی. سبب چی که مبادا نقفنم، مبادا نپرسنم، مبادا نگوانم. حتی میگد اگر در پشت کمرش میگد مبادا بچیک خدا اراده کراشه ای غم یا که عرق شده میریخته یا دختر میشده. این شاعر گفتش بی خاصیت نیستین عزیزی من. البته انشاءالله خدا خواهد چی دارد؟ در تش حکمت دارد. چون که من قرضدارا رو میدونم که کوچه نمیبرن امروز. من چند سوال دادم که اما که برای چی مرکه نمیروی؟ برای چی کوچه نمیری؟ میگد کسل هستم. نگی کسل او طرفه. آرزو میکنه خدا خواهد چای خونه آنده بشینه. آرزو میکنه که اون خدا خواهد مرد در مرکه ها بالای خدا خواهد بالاترین بشیند، لیکن سبب قرض و یارا رو افتاده کرگی عزیزان من، و یارا بخم انشاءالله خدا خواهد گرفتار کرگی. پیغمبر بزرگوار دیگر حدیث صاحب دین معصور بدینه فی قبره یشکو الی الله الوحده. رواه تبرانی. امام تبرانی روایت کرده حدیث میگه صاحب قرض میگه در درون قبر گویا که یک اسیر است. مثل که یک اسیر در یک قبر یعنی حبس خانه میگیرنش، همچنان میگه اسیر است آدمی قرضدار. فقط شکایت چه با کی میکنه و یکو با الله میکنه. میگه خلاص چون که کی میشنه شکایت در دنی گور دور میدی، نه بچت میشنه نه اچت میشنه نه دادرت میشنه نه اکت میشنه، بلکه فقانه یگانه الله سبحانه و تعالی میشنه. خلاص اینه. از خدا انشاءالله بترسین. دیم حدیث صاحب الدین مغلول فی قبره لا یفکه الا قضاء دینه. رواه الدیلمی. امام دیلمی روایت کرده حدیث کسی که قرضدار اگر مرد در درون قبر کشنگش میزنن. میدانین کشنگ تمام دست و پاهاش سرش میخواد پیچلک کرده، زنجیر پیچ کرده میمونن. میگه هیچ کس کشایدش نمیتونه تا که قرضش ادا نکنن. عزیزانی من، مبادا پدرت قرضدار باشد، دادرت قرضدار باشد، اکت قرضدار باشد، حالش همین است. برای همین در وقتی جنازه ما میگیم که چیکار کنین؟ که اینا با سر میگیرد، که اینا با کله میگیرد. یا کسی کلش نبارش میکنیم با چیکار میکنیم؟ جنازه همه آدم ده که قرض باید ادا کند. کسی که با کله میگیرد که من ادا میکنم، مردی میکند در ما بینی ما، یا باید که ده کپه که چیکار کند؟ ادا کرد یاد ایلا وای پیش الان نگناهکار میشد، جواب میشد چون که ذمه‌اش نگرفت.
ببینید عزیزان من، از خدا انشاءالله خدا خطر سین. پیغمبری بزرگان محمد صلی الله علیه و سلم میگن، امام بخاری حدیثی است، امام بخاری روایت کردگی است، کسی که اگر قرض گیرد به نیت ادا کردن باشد، الله سبحانه و تعالی و یاردم میکنه. قرض گرفتی گفتی که خدا خواهد انشاءالله هم توی من میگذرنم، یا یگان مرکم میگذرنم، یا همین خانه ما بود میکنم، انشاءالله خدا خواهد مدتی نزدیک انشاءالله خدا خواهد ادا میکنم. تاگه نیت چه الله نیت میدونه، تا یاد نبرالی این ظاهری تا نیالی، این زبان ممکن دیگه، دل دیگه. اگر در دل نیت کنش که خدا خواهد پول اینا میگیرم و رسواش میکنم، بانکراتش میکنم، دیگر نمیتیم گوی، الله میگه و یاردمش نمیکنه. اگر به نیت انشاءالله خدا خواهد خوب گوی که انشاءالله خدا مناسب بینه، انشاءالله چکا میکنم همین قرض انشاءالله ادا میکنم، روزهای نزدیک الله خدا خواهد در کارت برکه میداده، زودتر ای قرض ما شما میبرمدیم، ای کریزیس الا می. من حدیث امام بخاری است. بترس از خدا، نیت درست که خدا خواهد انشاءالله گرفتی، خدا خواهد وعده کردی اجرا کن. وعده میدانی چی است؟ وعده قرض است. الوعده و دینون، وعده خودش قرض است. گفتی که 1 ماه بعد، 2 ماه بعد، یا که 3 ماه بعد انشاءالله خدا خواهد میتیم، همون 3 که ماه که شد باید که انشاءالله تو ادا کنی. اگر الا نکنی تو منافق هستی پیش الله. هم علامت منافق ها یکتاش، منافق گفته درو هم میگن، 2 تا رو داره. علامت منافق هم نست که وعده کند خلافش هم میکند. وعده که کردی خدا خواهد همون ساعت بیا قرض ادا کن انشاءالله خدا خواهد. پیغمبر بزرگان میگن بذات الله قسم کی، اینا با قسم والله گفته سی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، والله که گفت قسم به خدا که گفت، اگر یک آدمی قرضدار گفتن در راه خدا، در راه الله کشته شود با زنده گردونده شود، کشته شود با زنده گردونده شود، کشته شود با زنده گردونده شود، و اگر در گردنش قرض باشد گفتن جنت نمیدراید. آدمی قرضدار خوب گوش بکن، پیامبر میگه در راه خدا اگر 3 مراتب کشم با زنده شو، کشم زنده شوم، لیکن جنت نمیدرایی، ایاد نبرار. خواهی که انشاءالله خدا خواهد جنتی باشین، در همه دنیا قرض دادن ادا که انشاءالله خدا خواهد. امروز آسونه قرض دادن، میگی پگه مشکله بعد پگه کی نه قرض میتی بعد چی میتی پگه روز قیامت. هر انسان عزیز من 2 حق است، این یاد نبرار. حق الله است، حق العبد است. یعنی حق خدا و حقیقی مردم است. حق الله نماز است، روزه است، زکات است، انشاءالله خدا خواهد چی که خدا فرمان کرده کنی انشاءالله خدا خواهد. یا خواه خدا عذاب میته یا خواه جزاد میته، یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. سوره بقره نمیگه خدا آسمان تعالی کسی که خواه عذابش میکنه، کسی که خواه انشاءالله مغفرت میکند، لیکن حق العبد خدا مغفرت نمیکنه، حقی بنده نه. یاد نبرید نه، حقی بنده هیچ وقت ادا نمیشود، الله اداش کرده نمیتوند، تا اینکه همو بنده تا که راضی نشود، همو بنده تا اینکه انشاءالله خدا خواهد نگذرد و قرضه. بین از خدا بترس، حق العبد نگذرد. روز قیامت صاحبای قرض پیش الله دعوا میکنن، یاد نبرار که این ایمان قدر قرضش بود. و چی میتی خدا خواهد؟ در اینجا روز مال داری، ماشین داری، گاو داری، میفروشی، میتی روز قیامت چی میتی؟ پیغمبر اسلام گفتن که شما میدانید روز قیامت مفلس ها میآیند. مفلس کیست؟ گفتن صحابه گفتن ما مفلس همان کسی میدانیم که هیچی ندارد، نه پول دارد، نه مال دارد، نه خون، نه چیز دارد. گفتن روز قیامت همچنان مفلس ها میآیند که صاحبای قرض پولاشون میگیرن، هیچی ندارن.
انشاءالله خدا خواهد همون گناه های همون بنده رو در بالا زیر بکنن، میره دوزخ و جنت میره، اگرچه دی خدا خواهد گناهگار باشم. میگه امروز ادا کردنی، میگه قرض و آسان است امروز، که فردا آسان نمیشد عزیزانی من، فردا آسانیش نیستی چیزه. از خدا بترسین انشاءالله خدا خواهد. شیخ سعدی چی گفتیم؟ حتی که بعض نماز نمیخوندن که آن در قرض نته و این نمیتید ندادن. شیخ سعدی رحمت الله اثبات کرده میتید. من چی میگن 4 شعرش نه و مشمده که او به نماز است، گرچه دهان از زفاقه باز است، او قرض خدا نمیگذارد، از قرض تو نیز غم ندارد. میگه قرض خدا نمیکنه و ای قرض تو پروا میکنه. بی نماز نمیگه همینه قرضش که دادی، میگه مشمد گفته، میگه قرض، میگه قرض. اون که بی نمازه که قرض دادیم و ای خدا نمیترسه. امروز بعض نماز خانون ترسیده سادیان میدونه، بعضی که نماز میخونه انشاءالله خدا خواهد قرض مردم نمیتید. مانی نکوماریشن گفتی شیخ سعدی که به نماز خدا که قرض خدا ادا نمیکنه، قرض تا ادا میکنه. لیکن امروز نماز خونایی هستن که امروز مردم فریب دارند یا نمی و چه نماز خونی هست که بعد و چه نمازی هست که شما در خدا خواهد تأثیر ندارد. ولی که خدا قرآن وعده کرد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز گفت شما را از کارهای بی‌شرمی، از منکرات باز می‌دارد. لیکن امروز نماز خوانی و مردم فریب کنی. این قرض آخرش فریب دروغشیگی است. فهمت میکنند امروز میتیم یک 5 روز بعد میتیم، یک ماه بعد میتیم، یک سال بعد میتیم. فهمت میکنی؟ و الکذاب نمیدره. الکذاب لا امتی. پیغمبر گفتن دروغگوی امتی من نیست. عزیزی من امتی حتی که محمد صلی الله علیه و سلم نمیشه. آدم قرضدار بینین، پیغمبری بزرگان محمد صلی الله علیه و سلم یک جنازه آوردن پیش رسول الله. گفتن که این آدم قرضدار است. گفتن 2 دینار قرض دارد. صاحب گفتن که تو خود جنازش بخون. برفتن رسول الله صلی الله علیه و سلم. نه آدمی قرضدار انشاءالله خدا خواهد جنازش رسول الله نخوندن. گفتن خودت بخون. صاحب گفتن که خودت بخون. گفتن قرضدار شد من نمیخوانم جنازش. بین تا چه اندازه نزد شریعت چی دارد عزیزانی من، تا چه اندازه مسئله مهم است، تا چه اندازه الحمدلله چی دارد تأثیرات دارد برای ما شما. از خدا انشاءالله ترسیم. از خدا ترسیده انشاءالله خدا خواهد قرض مردم، حق مردم ادا کرده بگی در همین دنیا، الا در آخرت نموند. بعد دشوار میشد در اونجا، بعد اونجا وزنین میشد. لیکن در پیش الله سبحانه و تعالی. من یک تا بچه ها دعوا کرده اومدن عزیزانی من، همین شعار نبود از قرض داره. گفتن اگر استاد گفتن مبادا اگر گفتن انشاءالله مرده موند با جنازش نخونی، من دعوا میکنم ای بالاش. بس پیش مردم دا شرمنده شود. گفتن چند سال است من فریب میکند. چقدر انشاءالله خدا خواهد انشاءالله که منم حیات دارم، منم زندگی دارم، منم فرزند داشته اسماخی، منم یک آرزوی حج میکردگیم در اسماخی. چقدر پولی گفت بلند است، نمیتید گفت نا انصاف. چند سال است گفت من فریب میکنم. من گفتم خدا خواهد به او روز رسیم انشاءالله خدا خواهد به او روز رسیم. الله پاشم من پیشمی و پیشمی انشاءالله برای من شرمنده نشه انشاءالله خدا خواهد. چون که بیچاره هم آخی زندگی دارد یا نمی. من کدام مگزین دلمدم خدا خواهد انشاءالله. مگزینی اینجا بای رحمان این کونه مگزین است، مگزین قدیم ترین، چون که نو شوره‌ای یعنی در استقلالیت آزادی سرشدگی نه همین برادر مگزین شدگی بود یکم، چون که دوگانچه بود. نیکی نشان چندین دفترها بالای میزش ایستاده است. من تو این برادری دفترهای چی است؟ سرچش گفت دامنا جان گفت این
20 ساله قرض مردم است. گرفتگی گفت گرفته برفتگی خورده، گرفته است خورده برفته است. ناانصاف. ای خدا نمیترسی خدا خواهد انشاءالله. 1 سوم هم باشد قرضه، اینو یاد نبرار. 1 سوم، 1 تین قرضه. دور حضرت موسی بود. ببینین حضرت موسی یک جوان بود، میگد مردم ها را میگد پول گرفته هیزم میآورد. ببین شما، من عادی چیزا میگم، تو پول میگرفت رفته خدا خواهد انشاءالله 1 درزه هیزم میگیم که 10 سوم باشد، اول پولش میگرفت بعد هیزمش آورده میداد. و 1 روز میگد همون هیزم آورده. حضرت موسی این خدا خواهد در عالمی قبرستان دیدن. یک قبرستان دور مدن که یک قبر به عذاب گرفتار است. گفت که خداوندا همین از صاحب قبر گفت برای چی عذاب دارد؟ خودت پرسش. گفت دعا که گفت من زندش میکنم، چون که پیغمبرها قدرت داره انشاءالله. این معجزه میگه نه دست انسان عادی نمیاد، فقط مخصوص برای پیغمبرها دادگی است. میگه دعا کرد، میگه یک جوان برد، میگه تمام وجودش علاب، از دهنا زرداب رفته ساده است. بعد گفت میگه ای بنده خدا تو چی کاره بودی در دنیا؟ گفت من کارم یک هیزم کش بود. خیلی گفت این احوال چی گپ است؟ چی کار کردی تا آخی به عذابی خدا گرفتار شده؟ گفت من همین پولی مردم نخ میگرفتم، هیزم آوردم میدادم شو. یک روز یک پیشدار هیزم پیشکره اومدم و یک جان اومده دم گرفتم، مجبور یک دندان کاف، گفت یک عادی کمک خورچه شکستم و دندان ما کافتم. گفت همه کسال از گفت خدا غضبش بالام ده که میگد ای ظالم برای چی حق مردم خوردی؟ برای چی حق مردم گرفتی؟ گفت همه یک تا دندان خلال ده. گفت همه قدر من عذاب کشیده استم عزیزانی من. خدا همه تا خدا های یکی قدر قرض کردی برای چی میشه آگیم که خدای تعالی خدا خواهد انشاءالله کشنگت میزنه. بعد چیکار میکنی خدا خواهد؟ تو هیچ کس نمیبیند، لیکن الله دیده سید کو تو قدر عبادتت بیکار شود. با آدم ها عادت کردن قرض میدون، یک میتوچه یاد گرفتیان. همین کسی که مغازین ناک شاید همون مفخرا همونجا دیده میرفتیان. یعنی سه شنبه میتیمت خدا خواهد رسیسکی های دولاره کرگیزی های خدا خواهد انشاءالله ان در وقت سه شنبه بسیار بده. سه شنبه و فتور نگاه همین سه شنبه این بیچاره کدام یک تراکتور چیدن یک دفتر در دستی بیچاره. هم پیش من یک سودا میکنم، همونجا هم جمع میزنن تراکتور چی شوپر تخ کم از ایستو ها برادر. همینجا می افتاد ناملو پایستشتم ساعت 2 ساعت نمیآید. و بیچاره سال دوزم همونجا نخلو شخصش دیگه بیچاره یک دفتر ها در دست. گفت ناملو بعدش گفت که کول خط کردم پافتمش ای بهرش برمدم. ای خدا نمیترسی وعده میکنی و هم زندگی دارد آخه و هم فرزند دارد و هم عائله دارد. خدا خواهد زندگیش همون شاپری باشد و چیکار کند بیچاره کن. خدا بترسی انشاءالله خدا خواهد بتین انشاءالله خدا خواهد قرضا را امروز ادا کنین. وقتم شده است عزیزان من، هوا خنک است. انشاءالله خدا خواهد خدا فرصت یاد با جمعه های دیگر هم صحبت میشیم. عزیزان من از این کارا پرهیز کنین، ادا کنین انشاءالله خدا خواهد. آزاد گردین، راحت کرده گردین خدا خواهد انشاءالله. مزه کرده خدا خواهد گردین، میدونی مزه کنین انشاءالله خدا خواهد. قرض نداشتشی بیملال نماز میایی، بیملال جمعه میایی، بیملال در بازار چرخ میزنی، بیملال در کوچک نگی قرضت باشه چی؟ با ترس و لرز میری بازارم، با ترس و لرز مرکه ها میروی، همه چیز میمونی. خیلی بیکار زندگی نیست. نکی چیکار کردن نکن، بدی گرفتی خدا خواهد انشاءالله ادا کن. و بیچاره هم خدا خواهد نسوزون و بیچاره هم انشاءالله خدا خواهد دائم سوختن نگردد. عزیزان من صحبت در اینجا با پایان میرسانیم انشاءالله خدا خواهد. خدا فرصت یا جمعه دیگر با شما عزیزان که یک صحبت ما و شما که چندن 22 خاندانی که خدا خواهد فرشتای رحمان نمیدرمد موندگی است. جمعه دیگر اگر خدا خواهد فرصت یا نموریم یگان کار نداشته باشیم انشاءالله، چون که 14 تا گفتیم باقی مانده استاد است. با چند موضوع مشغول شدیم، با چندین سوالا غلطی دست است. انشاءالله سوالای شما عزیزان من البته بی جواب نمیمونه.
نمونه، چون که سوال شما ما مکمل جواب میتیم، چون قصه نیست، چون قصه معنی نمیتید. من اگر جمعه دیگه درباره قرض شد چقدر خدا خواهد انشاءالله مکمل انشاءالله خدا خواهد جواب گرفتن با این بده. البته سوالای شما به جواب نمیموند. خدا خواهد انشاءالله زنده باشیم تا جان داریم. خدا خواهد خدمت شما، خدمت الله سبحانه و تعالی انشاءالله خدا خواهد بجا میاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله پاک و پروردگار. آنچه مسئله که ذکر کردیم اولا به هر یکی مایان عمل کردن را میسر بگردانی، در دلهای مایان نور ایمان، نور قرآن، نور اسلام را جایگیر بگردانی، همیشه برای راست برای صراط المستقیم هدایت نمایی، توفیق طاعت و توفیق عبادت کرامت نمایی. و آنانی که خیر احسان کردند و آنانی که در اینجا دست برداشتند پروردگارا خیر احسان آنها را به درگاهت قبول نمایی. همین جامعه ما و شما را چی مقصد و چی آرزوها دارند، خواه دینی است و خواه دنیاوی، خداوندا به فضل و کرمت برآورده خیر بگردانی. بیمار الاسلام خداوندا خود شفای کامل، خزدار الاسلام خداوندا خود نجات، بی فرزند الاسلام فرزندهای صالح و صالح کرامت نمایی، بی بختای اهل اسلام خداوندا خودت بختاش نکشاده بگردانی. آنانی که از ما گذشتن محتاج یک کف دعا هستند، خداوندا قبرهاشون پر نور، آخرتشون آباد بگردانی. آنانی که در سفر هستند عزم سفر دارند، خداوندا سفرهای با برار، صحت بردی سلامت، با کیسه های پر، با رویهای سرخ، نزد خاندان نزد وطنی عزیز برگشتن را الله نصیب بداری. سوداگرا را در سوداش، هنرمندا را در هنرش، کاسبا را در کسب و کارش، دهقانی را در دهقانیش، طالب علما در علمش خداوندا خودت برکات نمایی. خداوندا در تمام دنیا تینجی، آرامی، صلح و امنیت را خداوندا برقرار بداری. رئیس جمهورم خداوندا خودت عمری دراز، رزقی فراخ، تنی صحت، خاطری جمع، از هر گونه بلاهای ارضی و سمایی در پناه خود نگهبان باشی. تا رئیس ناحیه از برای بهبودن زندگی مردم سعی و کوشش دارند، الله در سعی کوشش آنها برکات عطا نماید. تمام خادمات حکومت هم را توفیق شونه الها با رفیق بگردانی. و این استقلالیت و این آزادی که برای ما نعمتی بسیار داد، چی در دین و چی در دنیا، اله تا قیامت پایدار بداری. اللهم افتح بیننا و بین قومنا بالحق، انت خیر الفاتحین. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وقتای نماز خدا خواهد نمازی بامداد 5 تا کم شد، نماز عصر 4 و 10، نماز خدا خواهد شام 5 و 35، نماز خفتن انشاءالله 7 و 10. با شام دیده طاعت عبادت کنید تا جمعه دیگر در حفظ و پناه خدای مهربان باشید.